در اینجا یکی از جمله موضوعاتی که مرا وادار به این کرد که رو به حدیث بیارم، من موضوع خود براتان میگم چرا تعلق و رابط با حدیث زیاد پیدا شد. یک وقت ما فقه را میخواندم، در فقه امو بزرگترین عالم مثل صاحب بحر رایق ابن نجیم ابن عابدین رحمت الله علیه که فتاوای شامی داره، معتبرترین فتاوای احناف است، او گفته بود که موضوع خیلی سخت است. ما قطعی خود فکر کردم که موضوعات مریضی معواری قدر سخت باشه، خیر این زنای بیچاره که سالا در خانه نشسته، حتی در مسائل درس هم حاضر نشده، در ترجمه قرآن هم حاضر نشده، از کجا میدانن این مسائل چی بکنن یا چی نکنن؟ در فقه هم این موضوعات چیسته حل نشده. شما که ببینید شرح وقایع را طور متخلل گرفته که طور متخلل صورتایش میگیره سرت گیج میشه و بگوه بازم تو مسئله را نمیفهمی. خب الله تبارک و تعالی دین خود آسان روان کرده که هر کس سرش عمل بکنه. وقتی تو عالمی موضوع را نمیفهمی خیلی چطور باشه؟ وقتی مراجعه در حدیث کردم کل موضوعات همی مریضی در 3 حدیث جمع شده بود و حل شده بود. اونجا گفتم که الحمدلله هیچ گپی باقی نمانده. حدیث آنقدر این موضوع را آسان بیان کرده بود، زن معلومات کافی در مورد خود داره، این خونه به طریق درست میشناسه، وقتی میایه وقتی که بند میشه کلی گپا واضح است. اگر نه که ما مسلک بگیریم در فقه حنفی طور است، اگر این خون دوام تا 3 روز نکرد این خون حیض نیست، اگر 3 روز دوام کرد باز خون حیض شمرده میشه. خب خیلی خوب، اگر 3 روز دوام نکرد این خون حیض نیسته، امی اول که این خون دید زن نماز بخونه یا نخونه؟ اگر نخونه حالی 3 روز تیر شد خب پوره نکرد، 24 ساعته چند میشه؟ بگوید 72 ساعت پوره نکرد، در 71 ساعتی بند شد دیگه هیچ خون نآمد، خلاص شدی مریضی نآمد. این 3 روز خو این حیض نشد به نزد تو. 71 ساعت تیر کرد، 3 روز نمازا را 5 چند نماز شد؟ 15 نماز سرازی شده. این را قضا بیاره یا نبیاره؟ اگر نبیاره خو تو گفتی که مریضی نبود پس نماز سرازی فرض بود، او فرض خو بدون یا ادا بگوی یا یک حکم شریعت برات بگوی که ساقط شده دیگه ساقط نمیشه. اگر نمیگی که قضا بیاره در حرج واقع میشه زن. چرا در حالت مریضی زن نمازهای خود قضا میاره؟ نه. از عایشه رضی الله عنها سوال شد که نمازها در حالت مریضی قضا ورده میشه؟ گفت نه. روزه ورده میشه؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت الله نبی حکم کرده. باز بعد از او که پافشاری میکرد زن، عایشه رضی الله عنها گفت حروریتون انت؟ تو حروری هستی؟ یعنی از حروره یک منطقه در عراق بود و پشتی چون و چرا زیاد میگشتن. میگه تو از اونجا هستی که قدر پشتی ازی میگردید؟ بس حکم الله نبی است، قضا رمضان بیارو شیره قضای نماز نبیار. خود چی میکنی این علی حنفی؟ ایران مانده. این مسئله و موضوع را در یک فقه حنفی هم نگفته، تنها جنتی کالی یا بهشتی زیور که برش میگه. مولانا که کسی سوالم کرده بود درست که چی رقم کتاب است، این موضوع را باز اونجا گفت. او یک کمی تفصیل کرده یک چیزی حاصل میشه. خب حاصل چی رقم شوه؟ آلی ما قضا بگویم یا نگویم؟ در بدر خاک بسر میشه زن. اگر قضا سرش میگی 15 نمازه پس قضا ورده بیار. آلی بشینه فقط زن دیگه کار روزگار نداره قضا ورده بره. اگر نه که نبیاره نماز از پیشش رفته چطور کنیم؟ باز حد اکثره نه. برای ما معلوم شد که یک زن در یک ماه 3-4 مرتبه مریضی سرش میاد که مریضی میآمد خلاص بند است که بند شد غسل میکنه نمازهای خدا میخونه. هر وقت که باز آمد باز هم قسم است در یک ماه 3-4 دفعه آدم مریض شده میتونه. حد اکثر و اقل مریضی ماهواری نداره، طور متخلل نداره، هیچ نداره. در حدیثی گپا قطعا ذکر نشده، در آثار ذکر شده، کلش ضعیف است، کلش ضعیف است. فقط زنا یکیش معتاد است که عادت داره، یکی به اعتبار رنگ شناخته میشه. یک زنی که حتی نه عادت داره نه رنگ، عالی از امثال خود شناخته میشه، مثلا از مثل خود، از همشری خود، از خاله خود که چند روز عادت داره، همون قدر روزا را در عادت تیر میکنه، دیگه غسل میکنه نمازهای خود میخونه. از او خاطر تاسف در اینجاست که موضوعات الله در قرآن ذکر میکنه، اما در معاشره ما اگر مولا در ترجمه قرآن میگه مردم سرش میخیزه. این گپای بی حیایی را نعوذ بالله مولوی دا لاسپیکر میگه. این گپای بی حیایی است؟ گپی که الله گفته باشه او گپی بی حیایی است؟ خب ما
زنای ما خیلی حیای کامل داره یا زنای صحابه کرام یا ازواج مطهرات؟ فاطمه بنت ابی حبیش رضی الله عنها آمد. فاطمه بنت حبیش رضی الله عنها آمد با پیغمبر علیه السلام میگه یا رسول الله مریضیم زیاد است چی کنم؟ او میگه بند کشه. باز میگه زیاد است، میگه لگام برش پرتو. باز میگه زیاد است. پیغمبر علیه السلام تا این اندازه را که میگه در تشت بشی، در تشت بشی، یعنی علاج بیان میکنه. اونجا زن خودش مستقیم میایه از پیغمبر علیه السلام آنقدر دقیق پرسان میکنه که ایران ببانی. او زنی بی حیا نبود. او در این خاطر این سوالا را میکرد که مبادا وقت نماز بیا نماز سر ما فرض باشه و ما نماز نخوانم. در روز قیامت از پیشم سوال شود که چرا نماز نخواندی؟ فهمیدین ضرور است. اما امروز در معاشره ما زنای ما بیچاره مردان ملا نمیفهمه که ملا نفهمد مردان نمیفهمه که مردان نفهمید زنان نمیفهمه. چطور بکنه؟ از امو خاطر است که نعوذ بالله مردم مبتلاست. دمی حالت مریضی نعوذ بالله اجتناب از هم بستری نمیکنه، هیچ باک نمیدانه، خصوصا در حالتی که نو عروس میشه و توی میکنه. این گپا قطعا نادرست است ولی با تاسف که مردم مبتلاست. حتی در وقتی طور مریضی ها از راه های دیگه نعوذ بالله استفاده میکنه. قرآن کریم اینا پشت سر بر ما میگه این از جهالت است. این کسی که این کارا را میکنه گناه کبیره است. ولی در حالت همین ماهواری مستری کردن اگر کسی حلال بدانه کافر میشه نعوذ بالله. چرا که الله حرام کرده تو حلال میدانیشه، اگر حلال ندانی گناه کبیره کرده. لیکن مردم نمیفهمه بیچاره، حیران میمانی. چرا؟ به خاطر که ترجمه قرآن نشونیده. او مناسب در سر منبری موضوعات نمیگه، باز مردم سرش میخیزه میکششه که تو گپای بیایایی را گفتی، گپای زنا را گفتی. این امور طبیعی است. در قضای حاجت میری یک امری طبیعی است یا امری طبیعی است. الله تبارک و تعالی همین قسم گذاشته. این بعد واضح شوه، بیان شوه، مردم بدونه دین خدا. قرآن بیان میکنه فاعتزلوا النساء فی المحیض. در حالت حیض از زنا اجتناب بکنه. مراد از اجتناب فقط نکاح است. جای نکاح از او اجتناب است. دیگه خواب کردن، نشستن، خوردن، نوشیدن، گپا کلش جایز است. مثل یهود واره چی نباشه. ولا تقربوهن، نزدیک نشوی حتی یطهرن. مراد از نزدیکی هم بستری کردن است. فاذا تطهرن، وقتی که خوب غسل بکنه پاک کنه خدا. فآتوهن، آمدن کنه من حیث امرکم الله، از او جهتی که الله براتان امر کرده، یعنی بعد از طهارت. کدام جایی که الله امر کرده بری تو اجازه داده از اونجا تو آمدن بکن، نه ای که نعوذ بالله از راه غلط باشه. بعضی مردم ها در اینطور حالتا راه های دیگری را تلاش میکنه. ان الله یحب التوابین، یقینا الله دوست داره کسایی که توبه کننده است، رجوع به سوی الله میکنه. رجوع به سوی الله بیست احکام خدا آگاه میکنه که حکم الله در این مورد چیست. یا اگر قصور و کوتاهی از پیش شده باشه الله دروازه را بند نمیکنه. از این پیش یک آدم این مسائل اج نمیفهمید، امروز آیت قرآن شنیده توبه میکنه به سوی الله، رجوع به سوی الله میکنه، استغفار طلب میکنه، الله بخشش میکنه. و یحب المتطهرین، دوست داره الله کسایی که خیلی مبالغه در پاکی میکنه. سعی کنی پاکی را الله دوست داره. همیشه تلاش پاکی کردن است، انسان پاکی را اختیار بکنه. نساءکم حرث لکم، زنان شما کشزار شماست. فاتو، آمدن کنی حرثکم به کشزارتان، الناشئتم، به کدام کیفیتی که شما خوش داره. و قدموا لانفسکم، پیش بفرسته برای نفسایتان، یعنی در نظر بگیری و اولاد صالحی که حیثیت عمل پیش فرستاده را داره. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی. واعلموا، بدانی انکم ملاقو، که شما رو برو شونده است به امر الله تبارک و تعالی. و بشر المؤمنین، خوش خبری بده با او کسایی که ایمان و عقیده سالم داره، به الله تسلیم است. در اینجا الله میگه نساؤکم حرث لکم، در دو جهت اشاره میکنه. یک جهت اشاره میکنه زنان شما مزرعه یعنی کشزار شما است. چرا اینطور میگه؟ اشاره میکنه نعوذ بالله که ای انسان، ای مؤمنا، شما از راهی که مناسب الله اجازه داده از او را آمدن بکنه. چرا؟ هیچ وقت نعوذ بالله نطفه را ضایع نسازی، غلط استعمال نکنه. به خاطر که بقای انسانی، زندگی انسانی موقوف بالای خوردن چیز مواد خوراک است که از زمین به دست میاری. اگر در زمین چیزی خوب میکاری خوب، اگر بد میکاری بد، اگر هیچ نمیکاری آخر مواجه گرسنگی میشی، از بین میری. دو چیز بر ما گفت. پس اینجا انسان عمل غلط و ناشایسته را انجام نده. زنا تنها محل قضای شهوت نیست، هوسرانی نیست، بلکه زنان مزرعه است.
تو در اونجا از کدام راهی که الله برات اجازه داده از او را هم بستری بکو، به خاطر که بقای نسل انسانی مربوط به اوسته. راه های دیگری را قطعا غلط است، نادرست استفاده نشوه. دوم، اهمیت زنا را در جامعه بیان میکنه که ای مردم، کسایی که خشونت علیه زنا داره، آیا وا سبب و وسیله برای بقای نسل انسانی نیسته؟ آیا اولادی که پیدا میشه از کجا؟ تربیه که اولاد میکنه از کجا میشه؟ شما باید اینمی قسم سری زمین خود مردم سر میده، در زمین خود کسی را شریک نمیدانه که کارو کسب بکنه. هر کس تلاش داره در زمین خود چیزی خوب بکاره و زمین خوب بخره. قرآن بر انسان اینایی درس ها را میگه. زن که میگیره زن صالحه باشه، زمین خوب باشه، بعد از او کشداری خوب باشه. اینمی قسم انسان مطالبه اولاد صالح را بکنه. چرا؟ به خاطر که در حدیث میاد الله تبارک و تعالی اولاد مشابه صدقه جاریه مسجد و مدرسه ساخته. انسان وقتی وفات میکنه کلی عملش منقطع میشه مگر 3 عمل، 3 چیز باقی میمانه. علم نافع که نفرسانده، کتاب تصنیف کرده، شاگرد تربیه کرده، دیگه صدقه جاریه، مسجد جور کرده، پل جور کرده، راه جور کرده، سربند جور کرده، چا کنده، مدرسه جور کرده که در اونجا مردم استفاده کرده رایسته. سوم، اولاد صالحی که بری تو دعا میکنه. اولاد صالح به مثل صدقه جاریه است. اوسته که نامتم بلند میکنه، اوسته که برات دعا میکنه، نماز میخونه دعا میکنه، تلاوت میکنه دعا میکنه، روزه میگیره دعا میکنه. اولاد صالح همیشه با کسایی که پیش رفته از پیششان، اگر پدرایشان است، اگر برادرای و خواهرایشان است، کلشان دعا. ما و شما همیشه دعا نمیکنیم؟ دعا میکنیم. از او خاطر اینجا انسان که وقتی هم بستری میکنه منظورش قضای شهوت نباشه. اولاد صالح که یقینا برای خود پیش میفرستی، برای خود پیش میفرستی، اولاد صالح است. به خاطر که عمل از تو قطع شریک هستی. چرا؟ اولاد آدم از کسب خود آدم است. قرآن امی در ساره بر ما میگه، برخلاف جامعه حیوانی امروزی غرب که امروز غیر از هوسرانی چیزی دیگری اونجا مطلوب نیست. از همون خاطر است که به بندوباری ها در اونجا بابار آورده. اما قرآن ما را میگه اینی حیثیت است، نساءکم حرث لکم. پس در کدام جای محلی که کشت است از همون استفاده میشه. و همچنان الله اجازه میده کیفیت های مختلفه، استاده، نشسته، خواب، چیسته، کلش. اما محل یکی باشه دیگه کلی کیفیت ها را الله اجازه داده. یعنی لذت حاصل کردن الله تبارک و تعالی کدام پابندی نگذاشته، پابندی در محل گذاشته و انسان باید اراده خیر و درست داشته باشه. از او خاطر الله بر ما میگه فاتو حرثکم، بیای به کشزارتان ناشیتم، به کدام کیفیتی که شما خوش داره. و قدموا لانفسکم، پیش بفرسته برای نفسایتان اولاد صالحی که در نظر گرفته او را در نظر بگیره. واتقوا الله، این امور کی رعایت میکنه؟ این پابندی را کی میتونه؟ از زن و شوهر از حالاتش غیر از الله دیگه کس خبر نداره. کی امی احکام الله را جاری میتونه سرید بزور؟ هیچ کس نمیتونه. الله در این طور موارد برای میگه واتقوا الله، از الله بترس. الله است، هر کاری که تو میکنی از الله پوشیده نیست. اگر در رمضان کار میکنی، اگر غلط کار میکنی، از راه دیگه میای، نعوذ بالله، این کلش به الله معلوم است. او الله برات میگه واعلموا انکم ملاقوه، بدانی یقین کنی که شما روبرو شدنی با امرای الله تبارک و تعالی است. و الله چی جواب میگه؟ الله برات میگه که انسان ما تو را پیدا کردیم، همه قوت ها یا غرایزی که در وجودت است الله تبارک و تعالی در حدود جوابگوی امو غرایزی تا مقرر کرده و تعیین کرده. چرا تو حدود مراعات نکردی؟ تو انسان بودی یا حیوان؟ نعوذ بالله، کدامش بودی؟ فرق تو حیوان میشد یا نشد؟ چی جواب کسی داشته باشه اونجا بگوید که انسان خود کنترل نکنه، مطابق حدود الله رفتار نکنه. انسان از این خاطر است. چرا میکر امی محدودیت ها مانده شده برای منفعت خودی ماست. ما خود گفتم براتون که اگر امی حدود نباشه تو نیستی. نعوذ بالله، اگر مطابق فرمان الله زندگی نشوه انسان در دنیا به وجود نمیاد، باز طرف دیگه میره. و بشر المؤمنین، خوشخبری برای مؤمنا بده. الله میگه مؤمن کیسته؟ که پابند دین و نظام الله است، کل زندگیش در تفکر آخرت تیر میشه، مطابق حدود و فرمان الله تبارک و تعالی عمل میکنه. الله میگه اینمی قسم مردمان را خوشخبری بده که کامیابی از یاست. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، ظلم هایی که بالای زنا صورت میگرفت الله سر از او عالی رد میکنه. یکی از جمله صورت های ظلمی بود که یک تعداد مردم قسم میخورد، گفت به زن خود نزدیک نمیشم،
نه حقی از او را پوره میکرد و نه طلاق میداد که خلاص میشد از این. بیچاره همونطور مانده بود. الله تبارک و تعالی این ظلم از بین برد. کسی که قسم میخوره، اصلا موضوع قسم اینجا که بیان میشه این مقدمه است برای موضوع قسم خوردن از نزدیک شدن به زن است که به زنا قسم میخور که نزدیک نمیشم. الله حد مقرر کرد تا 4 ماه را. بعد از 4 ماه تو دیگه اختیار نداری، یا طلاق یا پس رجوع به زن، دیگه راه نداری. حکومت تو را مجبور میکنه، قاضی دیگه تو را مجبور میکنه. زنی تو نیست که برای تو اینجا نشسته باشه، نه ایله نه کالا. او برای خود حقوق داره، حق از او را بپرداز، ده غیر از اونه. خب قبل از او مسئله قسم یاد میکنه. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم، نگردانی نام الله را عرضة نشانه لایمانکم برای قسمایتان که هر دفعه هر کاری خرد و کلان که میکنه والله بالله تلا گفته رایسته اینطور کار نکنه. در این صورت عرضة معرض قسمتان نام الله را قرار ندید. هر خرد و کلان و چیسته سخنایی که میگه فقط والله بالله میگه. چرا؟ نام الله عظیم است، قابل قدر است. انسان تا که ضرورت پیدا نشده بعد یاد نکنه. البته قسم خوردن این جایز است، این منع نیست. پیغمبر علیه السلام در بسیار موارد والذی نفسی بیده قسم میخوره. این تو نیست. عوام ما میگه قسم الله از حق و ناحقش آدم نگاه کنه. این گپ غلط است. از ناحق الله آدم نگاه کنه، نه از حق. در جای حق آدم قسم یاد میکنه به خاطری که مخاطبت باور بکنه تو برش یاد میکنی. به الله قسم که ما نصیحت و خیرخواهی تو را چیسته میخوایم. ما منظورم است که تو از داخل جنت شوی در دوزخ نروی. از این خاطری سخن را برات میگم. قسم برش یاد میکنی. چرا که یکی از جمله مواردی که مخاطب سر انسان اعتبار میکنه، اعتماد میکنه چیست؟ قسم است. اما امیطور لاوبالی و در هر وقت و وعده نام الله را یاد کردن این درست نیست. نام الله قدر و قیمت زیاد داره، از او خاطر تو باید اجتناب بکنی، همونطور در هر جای استعمال نکنی. عایشه رضی الله عنها یک مرتبه خوارزادهش عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه برش گفت که ای عایشه یک قدر صدقه میکنی، یک قدر صدقه میکنی. یعنی منظورش انتقاد بالای ازی بود که تو برای خود هم چیزی را نمیمانی. حتی او یک قدر صدقه میکرد که بیگاه در روزه افطاری خودم چیزی باقی نمیماند. از او خاطر انتقاد میکرد که تو غیر صدقه به خودم چیز نمیمانی. دیگه قسم خورد که قطعت گپ نمیذارم. چرا قسم خورد؟ خود تو خوارزاده مرا از صدقه و کاری خیر منع میکنی، انتقادت سر کاری خیر است. تو چطور خوارزاده هستی من دیگه قطعت گپ نمیذارم. این بیچاره در هر طرف می آمد پیشنهاد میکرد، عایشه را گپ نمیزد. آخر یک مرتبه از چی خیمه میتون ناگهان داخل شد سر عایشه رضی الله عنها. قسم خورد که از پیغمبر علیه السلام شنیدم که کسی که تا 3 روزه گپ نزنه و در مو حالت وفات بکنه جایش جهنم است. عایشه رضی الله عنها قطعش سخن گفت. چرا؟ به خاطری که حدیث شنید که پیغمبر فرموده بود که از 3 روز اضافه با یک مسلمان قطعی کلام باید نشود به مورد بدون وجه شرعی. یکی وجه شرعی داره. یک آدم قطعی کسی گپ به خاطری نمیزنه، روزه را میخوره بنگی برالا، نماز نمیخونه، شراب میخوره، دو دشنام به دین میده. قطعی طور مردمات ترک کلام بالکل درست است، شریعت اجازه داده. صحابه کرام صرف به خاطر نشریک شدن در جنگ تبوک از جهت ناراستی تا 50 روز صحابه کرام و پیغمبر قطع از حتی سلام منع کرده بود. این وجه شرعی است و این درست است. اما بدون وجه شرعی قطع یک مسلمان نگپ زدن این تقاطع است. این تقاطع میگه قطع تعلقه و قطع صله رحمی میه. از همون خاطر پیغمبر سخت وعید گفته که اگر از 3 روز زیاد مردم کلامت قطع کرد و وفات کرد جایش جهنم است. عایشه رضی الله عنها سخن گفت، قسم خود میده کرد، حالی حانس شد. قسم کفاره داره. اول آزاد کردن غلام است. دوم اگر غلام پیدا نمیشه باز 10 مسکین باید کالا بدی یا 10 مسکین یک واده طعام بدی. اگر این هر دورم پیدا نتونستی، توان نداشتی، باز 3 روز روزه گرفتن پی در پی است. در روز زمان خود غلاما بوده. عایشه رضی الله عنها 40 غلام آزاد کرد. چند؟ 40 غلام آزاد کرد به خاطر کفاره. حالا که کفاره به یک آزاد کردن غلام میشد و سری از هم گریان میکرد که ما بی حرمتی نام کی را کردیم؟ الله تعالی را کرد. ولی خب ببینید 40 غلام هم آزاد کرده صرف به خاطر که من در یک کار نام الله را گرفته بودم او کار باز انجام دادم. چرا نام الله را گرفتم؟ هنوزم گریان میکرد که من حق نام الله را، عزت عظمت نام الله را نکرده.
ما امروز ببینیم سریامی قسم مال حرام کمایی کرده را استیم نعوذ بالله به نام الله. تو چطور مسلمان هستی که نام الله را ذریعه به خوردن مال حرام میکنی؟ بسیار سخت است. به این ترجمه نام الله را نشانه جور نکنی که هر گپ بزنی به الله قسم با بالله با تالله ای گپا را نگویی. یک مسئله ان تبرو که شما نیکی کنه ولا تجعل الله نگردانی نام الله را عرضتا نشانه لایمانکم برای قسمایتان. ان تبرو که شما نیکی کنه و تقوا را اختیار کنه و تصلح اصلاح بکنه بین الناس در بین مردم. یک کار که میکنه نام الله را قسم یاد میکنه نکنی هیچ قسم یاد نکنی همونطور نیکی بکنی همونطور تقوا را نام الله را در با ضرورت که پیدا بشه کار مهم است نام الله را یاد کنی. یک ترجمه است. دوم ترجمه ولا تجعل الله نگردانی نام الله را عرضتا مانع لایمانکم برای قسمایتان برای قسمایتان مانع جور نکنی. چرا؟ ان تبرو از اینکه شما نیکی کنی شما میگی قسم خوردیم از او خاطر من نیکی خطی فلانی نمیکنم و تتقوا تقوا را اختیار کنی و تصلح بین الناس اصلاح در بین مردم بکنه. اگر قسم یاد کرده که من قسم دیگه در بین از یا اصلاح نمیکنم انسان خود غضب میشه یک دو نفر نصیحت میکنی جور نمیه قسم میکنه که دیگه من قطع از یا هیچ سر و کار ندارم. الله میگه نه نام الله را مانع برای اصلاح از یا نگردانی اصلاح در بین از یا بکن قسمی تمیده کن. این دو ترجمه. سوم ترجمه ولا تجعل الله عرضة لایمانکم شما نگردانی نام الله را نشانه برای قسمایتان. ان تبروا و تتقوا که شما نیکی میکنه یا الله تبرو که نیکی نکنه و تتقوا ولا تتقوا تقوا نکنه و تصلحوا ولا تصلحوا صلح نکنه بین الناس در بین مردم. که ما قسم خوردیم از او خاطر نه تقوا میکنیم نه نیکی میکنیم نه صلح میکنیم نه نام الله را مانع جور برای از او نکنیم. آلی قسم انسان که میخوره اگر قسم از امر خیر خورده یا واجب است یا مستحب است یا سنت است قسم خوردی من در جماعت نمیرم قسم خوردی قطع فلانی چیز رابطه نمیکنم سلام برش نمیندازم این کارای خیر است. از اگر قسم خوردی دستی خود حانس کو برو گپ بزن سلام پرتو کفاره قسم بده. چرا این کاری خیر است. از کاری خیر قسم مانع به خود جور نکن از کاری خیر مانع برای خود جور نکن. بعد کاری خیر انجام بدی و قسم تمیده کنی کفاره ش بدی. آلی یکی قسم خوردن از او چیزی است که ما آینده اینی کاری خراب نمیکنم اونجا باز باید سری قسم دستاده باشی خود حانس نکن. چرا نام الله را گرفته یا احترام نام الله تقاضای از این را میکنه که می کاری خراب در آینده هر قدر که میشه نکنی اینطور نکنی. چرا که نام الله قابل احترام و تعظیم است ای را در نظر بگی. بله اگر کاری خیر تو قسم خورده بودی نه اونجا حانس که خدا کفاره بده. از امو خاطر است اگر کسی قسم خورده ما در ترجمه نمیرم قسم خورده در جماعت نمیرم قسم خورده در خانه همشیریم نمیرم قسم خورده در جنازه فلانی شریک نمیشم قسم خورده در بین دو نفر صلح نمیکنم نه این قسم ها را میده که کفاره ش بده لیکن این کارای نیک انجام بده.